саломи субҳгоҳӣ, каломи субҳгоҳӣ, пайки саҳар. нуру зиё. ба якояки шумо нисор бод, бинандагони азиз ва ҳамешагии телевизиони Баҳористон. Бозам дар ин субҳи зебои ватан меҳмони хонадони мову шумо аст барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ва бошад ки ин субҳ бароятон хушбахтӣ ва саодати рӯзгорро пай дар пай биёрад. бале, оғози ин субҳи зеборо барои ҳар яки шумо муборак ва фархунда мегӯем бинандагони гиромӣ. Бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот ва истиқлолу озодӣ боз ҳам таманнои онро дорем ки кӯдакону наврасон ҳамеша дар ин кишвари зебою офтобрӯя хушу хурсандона зиндагӣ намоянд. ва бошад ки дар ин субҳи зебои ватан рӯйдодҳои хубу наҷибе ба вуқӯъ пайвандад ва он рӯйдодҳои хубу наҷиб маҳз тақдими шумо бошад. бале бинандагони гиромӣ, бо чунин орзуҳои накӯ боз ҳам бо шунидани як суруди дилнишин барномаи имрӯзаи субҳгоҳии Сафои саҳарро оғоз мебахшем. само медонӣ чӣ? ҳар субҳ вақте ки аз хоб бедор мешавем, баъд аз оне ки каму беш ба тамрини бадан машғул мешавем, албатта одамон иштиҳояшон кушода мешавад барои хӯрдани ҳар гуна субҳонае ки бояд омода бошад. вале ман мехостам фаҳмам ки ҳар субҳ ту аз чӣ оғоз мекунӣ субҳи худро?
و واقعا درست است. سراول میخواستم ابراز نمایم که اشتهای ما و تو کشاده میشوند، ولی کدبانوانی که در خانه تیار کردن صبحانه ها را بر عهده دارند بسیار فکر میکنند که چی صبحانه نوی رو، چی صبحانه لذیذی را آماده سازند تا طبع اهل خانواده کشاده و خوب گردد. و هنگامی که از خواب برمیخیزیم، خوب ما که بسیار کارهای خانه رو بر عهده داریم، خب پس از جمع گیری خانه کوشش میکنیم که خوراکای سرغذا رو برای اهل عائله آماده کنیم و نه همه صبح هر روز هفته من برای اهل عائله خوراک میپزم و هستند روزهایی که من زیادتر وقتی خالی دارم و در آن روزها کوشش میکنم که صبحانه های لذیذ آماده کنیم و بسیارتر این وظیفه به دوش مادر جان است. بله واقعا هم این درست است. مادران بسیارتر خوراک آماده میکنند و فکر میکنم که این مسئولیت پیش از همه وابسته است به زنان و بانوان. صحیفه نوبتی برنامه ما نیست که صبحانه نام دارد، فکر میکنم محض برای بانوان و زنان آماده گشته است، چون آنها در بیشتر مورد کوشش میکنند در صبح آن خوراک‌های را آماده کنند که هم وقتی کوتاه‌تر رو گیرند و هم زود آماده شوند، چون بسیاری از کودکان و نوجوانان زود به مکتب میروند و یا به دیگران به جای کار. خوب بانوان عزیز، پس از تماشای صحیفه نوبتی برنامه که صبحانه نام دارد، شما دیگر در تیار نمودن صبحانه های لذیذ تنقیصی نمی‌کشید. این صحیفه برنامه را با دقت تماشا می‌کنید. بعد از چند لحظه باز برنامه را ادامه می‌دهیم. صبح یکایک شما به خیر و شادی باشد بینندگان عزیز تلویزیونی بهارستان. بخش نوبتی صبحانه است منظور شما و این لحظه ما تصمیم گرفتیم تا بهراتون طرز آماده کردنی چنین خوردنی رو نشان دهیم. کار رو شروع میکنیم. برای آماده کردن این نوع صبحانه با ما 2 پیاز، 100 گرم روغن، 1 قاشق نمک، 250 گرم ارد، 1 قاشق مواد کاهو کننده لازم است. سراول پیاز را پورا خرد کرده با آن 1 قاشق نمک و 100 گرم روغن را میریزیم. محصولات ها را با استفاده دستگاه آمیخته میکنیم. ببینید در نتیجه چنین محلول آماده می گردد. روی محلول مواد کاهو کننده رو ریخته کم کم ارد رو اضافه میکنیم. پس از آمیخته کردن ارد محلول به چنین خمیر تبدیل می گردد. خمیر رو با شکل 4 کنجه تنوک کرده با چنین طرز آن رو میبریم. پس از بریدن قسمت ها رو روی طبق تفتان گذاشته با مدت 10 دقیقه آنها رو دم میدهیم تا خوردنی پورا کاهو گردد. قسمت ها رو سوراخ کرده رویشان کمی نمک میپوشیم. اکنون طبق را به مدت نیم ساعت درونی تفتان میگذاریم. صبحانه ما با پورگی آماده گشت. شما نیز میتوانید از این دستورالعمل استفاده برده چنین یک نوع خوردنی را آماده کنید. سما اگر اهمیت داده باشید در بسیاری مورد بعضی از کودکان و نورسان آنچنان کنجکاو هستند که حتی ما کلانسالان نمیتوانیم به سوالهای آنها پاسخ گردانیم. برای صیقل دادن ذهن و همون تفکر کودک فکر میکنم که هر گونه عملهای وجود دارند که باید آنها را انجام داد.
البته درست قید کردی، هر یک والدین را ضرور است که برای رشد و رونق دادن قابلیت ذهنی هر یک کودک تلاش ورزد و اگر کودک در خردسالی با تصویر یگان رسم، با تماشای یگان فیلم تصویری هم باشد، یعنی قابلیت ذهنی خود را رشد و رونق می‌دهد و این در کلانسالی هنگامی که به مکتب می‌رود البته به او کمک می‌رساند. برای مثال هنگامی که با کودک یک اشیا را نشان می‌دهیم و اشیا را از نزد او می‌گیریم و برای او سپارش می‌دهیم که تا آن اشیا را چقدر که در خاطر نگاه داشته است آن را روی اوراق تصویر نماید. در این حالت نیز یک راه وجود دارد تا قابلیت ذهنی کودک رشد یابد. بله، واقعا برای کودکان و نورسان ضرور است که قابلیت‌های خود را، البته استعداد خود را، قابلیت خود را همیشه انکشاف دهند. ولی سما خود تو برای ذهن خود را مستحکم کردن کدام کارها را انجام می‌دهی؟ برای ذهن خود را مستحکم کردن زیادتر مثلا شعرها، کتابها، جمله‌هایی که خصوصا برای من پسند هستند و زیادتر ما تو البته برای همگان معلوم است که زیاد کتاب‌ها و یا معلومات‌هایی را دسترس می‌کنیم که در این منبر نشسته با بیننده آزاد صحبت کنیم و برای آنه که ذهن ما برو شود و ذهن ما قوی است زیادتر شعرها، کتاب‌ها میخونیم و اثرهای زیاد را مطالعه میکنیم. واقعا این درست است، ولی ما در برنامه صفحه داریم با نام سنجش ذهنی که آن نیز میتواند که برای رشد و مستحکم کردن ذهن ما و البته بینندگان کمک خود را رساند. خب بینندگان عزیز، اگر شما نیز میخواهید بدونید که ذهن شما در کدام سطح قرار دارد، این صفحه را تماشا کنید. салом дӯстон, дар тести навбатӣ мо муайян хоҳем кард ки то чӣ андоза шумо хотираи қавӣ доред. ман ба шумо расмҳои гуногунро нишон медиҳам ва шумо бояд кӯшиш кунед то онҳоро дар хотир гиред. баъдан ман оид ба расмҳо ба шумо якчанд савол медиҳам. ҳатман шумораи ҷавобҳои дурустро дар хотир гиред. дар ин бобат метавонед аз ангуштони худ истифода баред. дар охири барнома шумораи ҷавобҳои дурустро ҳисоб карда холҳои шуморо муайян мекунем. шумо омодаед? пас биёед оғоз мекунем. ба расм бо диққат нигаред ва кӯшиш кунед то ҷузъиётҳои дар он ҷо бударо ба хубӣ дар хотир гиред. акнун ба расми дигар нигаред. саросема нашавед, шумо ба андозаи кофӣ вақт доред. боз як расми дигар, бо диққат менигарем. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба расми чорум. ба расми навбатӣ мегузарем ва кӯшиш мекунем то онро ба андозаи кофӣ дар хотир гирем. акнун ман оид ба ин расмҳо аз шумо якчанд савол мепурсам. дар рӯи миз чӣ истодааст? ҷавоби дуруст. дар он ҷо як чароғи рӯи мизӣ истодааст. оё дар пушти тиреза шаб аст ё рӯз? ҷавоби дуруст. дар пушти тиреза рӯз аст. оё дар расм телевизор чӣ тавр гузошта шудааст? ҷавоби дуруст. телевизор ба тарзи чапа гузошта шудааст.
با گفتی شما در اینجا تلویزور هست یا نه؟ جواب درست نه، در آنجا تلویزور نیست. میگذاریم بر رسمی آخران. آیا در تقویم کدام رقم نشان داده شده است؟ جواب درست در تقویم رقم 15 نشان داده شده است. این لحظه باشد بیاید به حساب کردن جواب‌های درست می‌گذاریم و خال‌های به دست آورده شما رو معین می‌کنیم. نتیجه ها: اگر شما صاحب 15 خال گردیدید، شما دارای خاطره حیرت انگیز هستید و دیگران به شما بسیار وقت حسودی میکنند. اگر شما صاحب از 14 تا 11 خال گردیدید، شما دارای خاطره عالی هستید. شما به خوبی همه گونه نقش ها را به خاطر گرفته می توانید و به آسانی آنها را به زبان آورده می توانید. اگر شما دارای از 13 تا 8 خال گشتید، شما خاطره خوب دارید. شما به مشکلی همه چیزی را که می بینید به خاطر می گیرید. اگر شما صاحب از 7 تا 5 خال گردیدید، متاسفم ولی شما باید جداً به انکشاف دهی ایمنی سر خود مشغول شوید. هیچگاه نگران نشوید. همه کار راهی حل خود را دارد. بینندگان عزیز، در اینجا بخش نوبتی برنامه ما به آخر می رسد. بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند. با ما بودن را فراموش نسازید. بینندگان گرامی، بار دیگر صبح زیبای وطن را برای هر یک شما مبارک و فرخنده میگوییم و یادرس میشویم که این ادامه برنامه صبحگاهی صفای سر است که شما توسط تلویزیون بهارستان تماشا دارید و باید بگوییم که عین حال به برنامه ما مهمانان تشریف آوردند. خوب، شما را خوش آمدید میگوییم. تشکر. خود را معرفی میکردید؟ من رحمان حسین جان، خواننده صنف 3 و مؤسسه تحصیلات میانه رقم 48 ناحیه شاه منصور می باشم. شما چی؟ نام من رحمان حسین جان، من خواننده صنف 3 و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه می باشم. خوب، بیایید حسن و حسین در آغاز صحبت هر دوی شما یک شعری برای ما قرائت میکنید و سپس ما صحبت را ادامه میدهیم. میشود؟ من میخواهم با زبان انگلیسی یک شعر گویم. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning, I am glad to see you. شما ترجمه این شعر رو میدونید؟ بله. چی میشود ترجمهش؟ صبح بخیر، صبح بخیر، به همه صبح بخیر، صبح بخیر. خوب، نوبت را به حسین میدهیم. من میخواهم که درباره وطن عزیزم شعر گویم. مرحمت. عشقی وطن جوش دارد دلم، به حرفی وطن گوش دارد دلم، برای وطن جان فدا میکنیم، وطن هر چی گوید ادا میکنیم. من یک چیز رو میخواستم از حسن و حسین پرسان شوم که امروز با خود در برابر افتخارنامه و دیگر دستاوردها روزنامه های خود را هم آوردند. من پیش از آغاز صحبت روزنامه های آنها را تفتیش کردم. بهای 5 زیاد دارند. اینها حقیقی هستند؟ بله، ما در مکتب با بهای خوب و اعلی تحصیل میکنیم. حسن، شما چی؟ من هم در مکتب با بهای خوب و اعلی تحصیل میکنم. ما با این چی خیلی باور کنیم؟ فن دوست داشتهتون در مکتب کدام است؟ فن دوست داشته من زبان روسی و فن متمتیک و فن انگلیسی معقول است. 3 فن را دوست می‌دارید؟ بله. کوشش میکنید که تنها از همین 3 فن بهای 5 بگیرید؟ بله. از دیگرانش چی؟ بله. بهای 5 میگیرید یا 4؟ من از همه فن بهای 5 میگیرم. حسین، شما چی؟ فن دوست داشتهتون در مکتب؟ من بیشتر فن روسی را دوست می‌دارم. تمام؟ و با من همه فن ها معقول است. میتونید برای ما یک شعر با زبان روسی قرائت کنید؟ بله. میدونید؟ مرحمت. Бог разные писать, тонко прежком в тетрадь. Уча школе, вычитать и умножать, малышей не обижать. Уча школе, к четырем прибавить 2, по слогам читать слова. Уча школе, вычитать и умножать, малышей не обижать. Уча школе. سلامت باشید. آفرین.
خوب عین حال در کشور آزمون‌های گوناگون جمهوریوی برگزار شده ایستادند. شما می‌خواهید که در یکی از آنها اشتراک کنید؟ من میخواهم که امسال در فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کنم. تیاری دیده ایستاده؟ بله. با همراه کی؟ با همراه مادرم. بسیارتر چی از خود کرده ایستاده؟ شعر، افسانه، تزگویک چی؟ همه‌شون. همه‌شون رو؟ بله. یعنی همه اون چیزی که از روی نظامنامه آزمون پیش بینی شده است، الکی حسین و حسن با آنها آمادگی دیده ایستادند. همین گونه است؟ بله. خوب، می‌خواستیم در اینجا برای ما یک تزگویک پیشنهاد کنید. ژراف در شب به جمان خدا، ژراف در شب به جمان خدا، ژراف در شب به جمان خدا. کمی همین را آهسته‌تر گویید. چوجه افتاد در کوچه به جمان خدا. چوجه افتاد در کوچه به جمان خدا. لطیفه چی میدونید؟ بله. کنه. اکرم به هموطنان گفت که چرا پدر تو پایه‌زالدوز است و هم پایه‌زال‌های دردگی، خرچی پدر تو دکتر دندان است و اما 3 دندان نداری. آفرین، احسن. خوب، نوبت رو به حسن میدیم. حسن شما چی؟ شما نیز میخواید که در آزمون نامبر شده اشتراک کنید؟ بله، من امسال در فروغ صبح دانایی کتاب است میخواهم اشتراک کنم. شما نیز تیاری دیده ایستاده؟ بله. با همراه کی؟ با همراه مادرم. اگر شما کتابی رو میخونید و بعضا کلمه های آن را صرفا نمیروید، حسین به شما یردم میدهد؟ بله. کنه لطیفه حسن را شنوید. شما نیز میدونید لطیفه؟ بله. مرحمت. مرد به قهوه فروش گفت قهوه چند سومانی؟ گفت 1 سومان. مرد گفت شکرش چی؟ شکرش بپول. خیر از همان شکرش 1 کیلو دهید. آفرین، احسن. بسیار هم لطیفه های خوب میدونید شما و فکر میکنم که نوابسته از اونه که حالا خردسال هستید، چنین تلاش دارید، چنین کوشش دارید، فکر میکنم که حتما با از خود کردن، حتما با آموختن علم های گوناگون شما میتوانید که در آزمون های گوناگون سطح جمهوریوی و حتی بین المللی اشتراک کرده نامبرداری وطن و اینچنین افتخار والدین و افتخار آموزگاران خودتان باشید. نصرت ها میدونید چه هنگامی که این دوگانیک ها به برنامه ما تشریف آوردن، 10 دقیقه من کوشش کردم که هر دوی آنها را آموزم که کدامی از اینها حسن است، کدامی از اینها حسین است. و اینجا در طرف بله در طرف راستی ما نشسته حسین و این کس باشد حسن می باشند. خوب میگفتید که شما رو چگونه فرق میکنه؟ لباس یک خیله، موی سری یک خیله، شکل روی یک خیله، چگونه شما رو فرق میکنه؟ ما بعضا لباسای دیگر خیلی میپوشیم. در مکتب نمیشود که لباس دیگر خیلی پوشیده؟ در یک صنف میخونید؟ بله. ما رو باز از آوازهایمان میشناسند. احسن، آفرین. یعنی با صداها فرق میکنید؟ بله. کنه باز یک شعر دیگر از شما شنویم؟ شعر درباره مادر. عصای دست مادر باش فرزند، که مادر بهر تو بال و پره است. دوای درد مادر باش فرزند، برایت دایما تاج سر است. باز نوبت رو به حسن میدهیم. کنه آوازها چگونه فرق میکنند؟ یک شعر دیگر شما قرائت کنید. دوست نوازی کنیم، خنده و بازی کنیم، خلق وطن راضی خود خورم و راضی کنیم. جان برهش مینیم، دل به وطن میدیم، بهر تو و بهر من کشور ما چون چمن. نغمه سرا ما همه بلبلکان وطن، جان برهش مینیم، دل به وطن میدیم. سلامت باشید. ضرب المثل میدونید حسن؟ بله میدونم. آفتاب را با دامان پوشیده نمیشود، چاهکن زری چاه. همین زری مفهومی چاهکن زری چاه شما چی رو میفهمید؟ وقتی که چیکار کرده همون به فکرت میآید. یعنی اگر یک انسان میخواهد که با دیگران بدی کند، آن بدی به خودش برگشته میاد. همین طور؟ بله. آفرین. حسین شما چی؟ ضرب المثل میدونید؟ بله. با ماه شینی ماه شوید، با دک شینی سیاه شوید. معنای این ضرب المثل این است که وقتی که با ماه شینی ماه شوید، یعنی که با دوستی خوب شینی مثل همان کس خوب میشه، و وقتی که با دوستی بد شینی مثل همان کس بد میشوی. آفرین. شما دوست دارید؟ بله. چند تا؟ 2 تا. 2 تا؟ بله. نام‌هایشون؟ حسن و حسین. حسن و حسین؟
با مانند شما دوگانی هستن؟ بله. شما چی هستن؟ من هم دو تا دوستی جانی دارم. آنها نامهایشون؟ حسن و حسین. آفرین حسن. یعنی اونها نفرانی رو انتخاب کردن که به مانند اونها دوگانی هستند. اینجا می‌خواستیم سریعا همین افتخارنامه های شما پرسان شویم. اینها از کجا هستند؟ در کدام چاره‌بینی ها شما اشتراک کردید؟ این افتخارنامه ها را از مکتب از محفل و دانشی خوب و اعلی گرفتیم. سلامت باشید. فکر میکنم که این اولین دستاوردهای شما هستند حسن و حسین و باور دارم که البته با از خود کردن علم و دانش آنها زیادتر میگردن. باز شما اومده در برنامه ما اشتراک میکنید با چنین دستاوردهای خوب و نظررس خویش. حسن و حسین، اگر شما با مغازه می روید هر دوی شما یک اشیا رو انتخاب میکنید، یعنی انتخاب و خواهش شما یک خیل است و یا گوناگون؟ انتخاب ما گوناگون است. شما با مغازه می روید، در آنجا یک گوشه میوه فروشی است. شما کدام میوه رو انتخاب میکنید؟ میوه سیب رو. حسین شما چی؟ من باشم انار رو انتخاب میکنم. یعنی از این برمیاد که آنها انتخاب‌های گوناگون دارند. چون که اگر ما گوناگون انتخاب کنیم من نسبتش رو به حسن میدیم و حسن از خودش رو نسبتش رو به من میدیم. این حکمت داشته است که آنها یک خیله نمیخرند و از دو میوه خریداری میکنند و تقسیم میکنند و دو میوه رو یک جای میخورند. همین طور. سلامت باشید. آفرین. خوب، میخواستیم از نقشه های شما پرسان شویم که در آینده کی شدن میخواهید؟ من در آینده رسام شدن میخوام که رسم وطن عزیزمان را کشم. یعنی موضع های زیبای کشور را. موضع های زیبای کشور را رسمش را کشم. خوب، شما چرا با خود یگان رسمتان را نآوردید؟ شاید ما از هنر رسامی شما نیز آگاه میشدیم. اگر ما حاضر خواهش کنیم که برای ما رسم تصویر کنیم میتوانید؟ بله. رسمی چی رو تصویر میکنید؟ رسمی کدوزیاد رو. ما با شما این زمان ورق قلم میدیم تا اون وقتی که ما با حسن صحبت میکنیم شما برای ما یگان رسم رو تصویر کنید. میشود؟ مرحمت. شما حکایه میدونید؟ بله. خب این زمان ما گوش میکنیم حکایه شما رو. موشه از پیش شیر میگذشت که شیر او رو داشته و خواست او را بخورد. موش گفت مرا نخور، وقتی که تو به گم فلاکت دچار میشوی من به تو یاری میدیم. شیر خندید و او را سر داد و شکارچیان شیر را دستگیر کردند و موش این حالت را دیده او را آزاد کرد و همینطور موش و شیر دوست شدند. آفرین. اصلا میخواستیم فهمیم که شما در آینده کی شدن میخواهید؟ کدام کسب رو انتخاب میکنید؟ من میخواهم که مهندس ساختمان روم و خانه های زیبا سازم. این کسب را انتخاب کردن حسن البته به سبب نیست، برای آنکه حسین علاقه کسب رسامی را انتخاب کرده است و در هر صورت حسین میتواند به حسن برای تصویر خانه های بلند آشیانه و نقشه های نو به نو کمک رساند. این از البته از زیرک بودن حسن درک میدهد. همینطور؟ بله. حسن، شما با همسالان خودتان چی توصیه میدهید؟ بعضی همسالان شما شاید در مکتب خوب نمیخوانند. من میخواهم که آنها کتاب بسیارتر خوانند، شعرها بسیار زیاد کنند. حسن شما چیستون میدونید؟ بله. خب یک چیستون گویید که ما و نصرت‌الله فکر کنیم و جوابش رو با شما بگیم. میشود؟ بله. عجایب لابت دیدم، پای دارد و پنجه نه، دهان دارد و سر نه، دندان دارد و زبان نه. یک بار دیگر. عجایب لابت دیدم، پای دارد و پنجه نه، دهان دارد و سر نه، دندان دارد و زبان نه. دندان داشته است، پا نداشته است، پا داشته است، پنجه نداشته است. این شما است؟ جواب این چیستان انبور می باشد. یک توی دیگر گویید. از آسمان می افتد میشکند، از درخت افتد نمیشکند. از آسمان افتد نمیشکند. از درخت افتد میشکند. البته جواب این راحت که ما میدونیم این برف است. تشکر زیاد برای چیستان‌های خوب که ما و نصرت را با اون قندشه فرو برد. چیستان اول رو ندانستیم و کوشش میکنیم که باز چیستان‌های نو با نو رو ازیاد کنیم تا اگر با مانند شما اشتراکچی‌های زیرک به برنامه ما اومدن ما توانیم که حاضر جواب باشیم.
خب فکر میکنم که چند لحظه باز هم صحبت خوبی داشتیم با حسن. رسم شما آماده شد حسین؟ بله. خب مرحمت شما با بینندگان نشان میدهیم رسم رو کنه چی تاثیر کرده است. بینندگان عزیز، در شایده شما تا اون دمی که ما با حسن صحبت داشتیم، حسین توانست که یک منظره زیبایی که در آن منظره جمع آوری حاصل است برای ما تصویر نماید. یعنی در این منظره درخت میوه‌داری را تصویر نمودند و در پایان یک قوطی های کلان مانده شدند که آن میوه ها را غون کردند. الکی اینجا باز نورهای آفتاب و همزمان ابر را میبینیم و این از لیاقت بلند داشتن حسین درک می‌دهد که توانسته است بدون یگان رسم یک رسم را از تخیل بوی رنگین خویش برای ما و شما تصویر کرده باشد. و البته فکر میکنم که اگر فرصت زیادتر می بود آن را باز رنگ میکرد باز زیباتر میشد. ولی به هر حال بسیار هم یک رسم زیبا در این مدت کوتاه آماده گشته است. بسیار آفرین میگویم ما به حسین. تشکر. اینجا میخواستم فهمم که حسین به همسالان خود چی توصیه میدهد؟ من به همسالانم توصیه میدهم که بسیارتر کتاب خوانند و در همه آزمون‌ها اشتراک کنند، مخصوصا در آزمون فروغ حساب دانایی کتاب است. آفرین و احسان به شما. بینندگان گرامی، یادرس میشویم که طولی چند لحظه ما صحبت کوتاه داشتیم با حسین رحمانوف و حسن رحمانوف که در برنامه ما اشتراک کردند و با هنری والای خویش برنامه ما را رنگین ساختند. بخش‌های دیگری برنامه صبحگاهی صفای سحر ادامه دارند. با ما بمانید.
لیمو خود یک میوه ترش است و در برابر ترش بودنش اینچنین در ترکیب لیمو مقدار قند موجود است که این مقدار قند نظر به مقدار قند که در ترکیب قلفینه وجود دارد زیادتر است. البته این دلیل عجیب نبود. منظور از گفته والا این معلومات در باره میوه لیمو است. ولی واقعا این درست است، ولی باید بگوییم که وقتی که لیمو پورا پخته میرسد آماده می شود تا اندازه شیرینی آن را احساس هم میکنیم. ولی ناگفته نماند که لیمو میتواند که با یک چند بیماری هایی که در کودکان و نورسان یا کلانسالان به وجود می آید فایده بخش باشد. از این رو چون عین حال لیمو فراوان است، ما آن را همه روزه در رژه غذاخوری جای دهیم، حتما از آن استعمال کنیم. خب نصرت، تو میدونی که تو گفتی که هنگامی که لیمو با پورگی پخته میرسد آن الکی شیرین می شود و من فکر کردم که در طول اینقدر سال من فقط لیموهای خام رو استعمال کردم که یگان مراتبه با لیموی شیرین و نخوردم. نه میدونی چی سما، تا آن اندازه شیرینه که مانند قند باشد ولی ترشیش رفت می شود. خوب بانوان عزیز، یک دستورالعمل دیگر این است که لیمو را میده میکنند، یعنی ریزه میکنند به طور حلقه شکل، آن را داخل ظرف شیشگین میاندازند و در هر قبط آن شکر میپوشند. بالای ظرف شیشگین را با سرپوش محکم میکنند و هر لحظه که اهل خانواده شما با بیماری زکام گرفتار می شود، این یک داروی خوبی است برای رفع زکام. بله، یک چیز دیگر نگفته نماند که لیمو رو تنها استعمال کردن ممکن نیست، چون که با بیماران روده معده میتواند که ضرر منفی خود را رساند. از این لحاظ حتما باید لیمو را با علاوه چای، شکر، قند و غیره استعمال کرد. خب بینندگان عزیز، معلوماتی بیشتر را شما میتوانید در صفحه نوبتی برنامه صبحگاهی صفای سحر که عین زمان پخش میگردد تماشا کنید. در این بخش ما به شما خصوصیت و پهلوهای گوناگونی شفابخشی لیمو را پیشنهاد می‌نماییم. وطن لیمو کشورهای آسیا بوده در شکل خودروی انکشاف می‌یابد. در عصر 10 عرب‌ها آن را از آسیا و فلسطین و از آنجا صلیبداران به ایتالیا می‌آورند. در تاجیکستان در سالهای قبلی تنها در ناحیه‌های وخش و جیهون پرورش کرده میشد. خصوصیت‌های خوب شفابخشی آن از دوران قدیم به مردم معلوم است. میوه لیمو در طب وسیع استفاده برده می شود و آن را برای بسیار نمودی بیماری‌ها استفاده می‌برند. ثمر آن دارای طعم‌های گوناگون، ترش، شیرین و میخوش، یعنی ترش و شیرین می باشد. بهترین آن کلانی پوستش تنوک، یلقاسی و سیراب است. لیمو را همه وقت در بازارها دسترس کردن ممکن است. مزاجش در درجه دوم سرد و در درجه یکم خشک می باشد. لیمو دهان را خوشبوی، معده را قوی و به ضیق نفس فایده دارد. روغنی که از پوست لیمو و دانه ها جدا کرده می شود، آن را برای بیماری فلج و ضعیفی بدن توصیه می دهند. نوشیدن آب لیمو درد سر و چرخ زدن سر که سببش گرمی باشد دوا می بخشد. به حضور شدن دل، هضم نیافته به قفا برگشتن طعام را به اصلاح می آورد و ماده های گرمی را از جگر به معده کشیده بیرون می کند. معده و جگر گرم میجاز را قوت می بخشد. باید آگاه نمود که اگر خود لیمو را به علاوه ها بخورند خواب را می گریزاند. بنابر همین باید که این را با شکر یا قند استعمال نمایند. شخصان فشار خونشان بلند باید در یک شبانه روز 3-4 مرتبه لیمو استعمال نمایند. این برای بیماران گرفتار دیابت قند نیز مفید است. لیمو برای آدمان سالم بی‌ضرر است، ولی اشخاص گرفتار زخم معده و روده 12 انگشته باید احتیاطکار باشند، زیرا آن شیره معده را زیاد کرده باعث زردجوش، درد سخت و قی می شود.
чунин беморон метавонанд 1-2 пораи лимӯро бо чой ва ҳатман баъди таом истеъмол намоянд. Инҳо буданд чанд маълумот вобаста ба меваи лимӯ. бахшҳои дигари барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар идома дорад. бинандагони азиз, бори дигар субҳи зебои ватан барои ҳар яки шумо муборак ва фархунда бошад. умедворем ки хаста нашудаед ва то ҳол дар назди оинаҳои нилгуни худ барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳарро тамошо доред. бинандагони азиз, дар барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар сюжаву бахшҳо доир ба мавзӯъҳои гуногун омода карда шуданд ва ҳар лаҳзае ки мо барои шумо як бахшу сюжаро муаррифӣ намоем, албатта шумо низ дар баробари мо доир ба масъалаҳои пешниҳодшуда фикр мекунед ва фикр мекунам ки айни замон пушти экранҳо нишаста фикрҳои шумо низ парешон гашта истодааст ва барои рафъи хастагӣ ва пайдо шудани ханда дар лабони шумо бахши саҳнаи ҳаҷвиро манзуратон мегардонем. хуб, марҳамат, бо ҳам тамошо мекунем. رستم تو کتاب خواندنی نیستی؟ من بیایم بعد میخونم. تو رستم نیستی، تو پهلوانی. شما من گفتم بابا جان برای که مزدورم. نه، در بچگی هم یک سگچه داشتم، نامش پهلوان بود، بسیار به تو ماننده. нусрафто медонед чи дар зиндагии ҳар як инсон хешу табор дорад, дӯст дорад, зиёде аз наздикон дорад ва дар ҳар лаҳза метавонад аз онҳо ёрӣ талабад. вале дар зиндагии мо инсонҳо фикр мекунам ки дӯсти беминнате ки ба ивази он ҳама хизматҳош чизеро талаб намекунад, ин китоб аст. мо китоб мутолиа мекунем, аз китоб маълумотҳои зиёдро дастрас мекунем ва китоб як калидест барои роҳе ки мо муваффақ мешавем ва он қадар барои мо хизмат мекунад, вале бар ивази он ҳама хизматҳош аз мо шумо чизе талаб намекунад. воқеан само ин дуруст аст. як чизро агар фикр карда бошӣ, баъзе аз одамон мегӯянд ки мо он қадар майлу хоҳиш надорем ба мутолиа кардан, яъне китоб хонданро он қадар дӯст намедорем. вале як чиз аст ки агар одамон худро одат накунонанд ба китобхонӣ, онҳо ҳеҷ гоҳ наметавонанд ки китобхони муваффақ шаванд. вале агар мо як китобро интихоб кунем, ҳадди ақал дар рӯзи аввал 15 саҳифа хонем, ҳатман рӯзи дигар маҷбур мешавем ки давоми онро бихонем ки дар он чӣ навишта шудааст. ва дар баъзе ҳолатҳо фикр мекунам ки надоштани вақт, санги маълумотро ба сари надоштани вақт мезананд ки мо вақт надорем то ба мутолиа намудани китобҳо машғул шавем ва фикр мекунам аз як тараф ин айб аст, чунки хондани китобҳо бояд дар реҷаи рӯзи ҳар як инсон вақти муайяне дошта бошад ва ҳар як инсон худро водор созад ки ин китобҳоро мутолиа кунад ва шояд имрӯз не фардо ин китобҳо барои муваффақ шуданаш сабаб гарданд. вале як чиз аст ки агар мо барои худ вақт ҷудо накунем, яъне барои оне ки тафаккур, фаҳмиш ва зеҳни худро мустаҳкаму буротар накунем, ҳеҷ каси дигар барои ин кӯшиш намекунад. яъне барои худро сохтан пеш аз ҳама мо худамон вазифа дорем.
چراغی فروزان کتاب است، رفیقی عزیزی هر انسان کتاب است. با شوق و با رغبت همیشه بخوانید که سرچشمه علم و عرفان کتاب است. با شوق و با رغبت همیشه بخوانید که سرچشمه علم و عرفان کتاب است. رفیقی عزیزی هر انسان کتاب است. با شوق و با رغبت همیشه بخوانید که سرچشمه علم و عرفان کتاب است. پس از سبقت چند روزه در دور نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت بهترین ها امروز قدردانی گشتند. رفیقی عزیزی هر انسان کتاب است. با شوق و با رغبت همیشه بخوانید که سرچشمه علم و عرفان کتاب است. با شوق و با رغبت همیشه بخوانید که سرچشمه علم و عرفان کتاب است. کتاب است. کتاب است. نگر ز دامن سما ستاره باز می رود. تمام روشنایی را ز پشت خویش می برد. بگیر ز دست آفتاب که گرمی محبت است. رها نساز دامنش نآید آنچه از تو رست. دقیقه ها غنیمتند، پیام گو پیاده را. نمان قطاره هم برد مسافرانی ساده را. برای هر دم نفس هوس بود. حسد حرام بگیر ز دست آفتاب. به وقت ساز احترام. شکایت است کار تو به ساربان زندگی. قفا نمان ز کاروان زندگی. دقیقه ها غنیمتند، پیام گو پیاده را. نمان قطاره هم برد مسافران ساده را. بینندگان عزیز، طول چند لحظه با شما بودیم در برنامه صبحگاهی صفای سحر. واقعا هم دقیقه ها زود میگذرند. پیخست نکردیم که این لحظه و این ثانیه ها چگونه با شما سپری گشتند. ولی اینجا اشاره دارند که فرصتی به برنامه ما جدا گردیده
به انجام رسیده ایستاده است. خوب بینندگان عزیز، انجام برنامه صبحگاهی صفای سحر آغاز دیگر برنامه‌های تلویزیونی بهارستان می باشد. بله، با شما بودیم هیئت ایجادی برنامه صبحگاهی صفای سحر، گروه نواربرداران سما و من نصرت الله. با امید پدید آمدن خنده در لبان، صفا در خاندان و خرسندی در قلب‌های شما عزیزان، تا صبح دیگر خیر.